پرنده ها نگهبان های آسمون ها هستند و از بالا همه چی رو روی زمین زیر نظر دارند، از ریزترینشون که غذاشون مگس و حشره است تا قدرتمندترینشون که حتی حیوانی به اندازه گوز رو میتونه بلند کنه و بخوره. درسته که همه ما عقاب ها رو قدرتمندترین و کشنده ترین پرنده جهان میدونیم، اما حقیقتی که این وسط وجود داره نشون میده که 9 تا پرنده دیگه توی جهان ما وجود داره که حتی عقاب هم از روی با اونها وحشت داره و خودداری میکنه. در ویدئوی امروز میخوایم با این پرنده های خطرناک آشنا بشیم. سلام بر مخاطبان عزیز کنجکاو، من رامتین هستم و این ویدیو رو به شما ارائه خواهم کرد. 9. کاندور کالیفرنیا. تعداد زیادی از این پرنده ها که اونها رو کاندور مینامند توی جهان وجود نداره و باقی نمونده. کاندور کالیفرنیا یکی از بزرگترین پرنده های جهانه و همچنین بزرگترین پرنده موجود در قاره امریکا به حساب میاد. طول بال این پرنده به عدد 3 متر میرسه که یک هیولا از اون ساخته. اونا میتونن با سرعت 80 کیلومتر در ساعت پرواز کنن و تا ارتفاع 5000 متر اوج بگیرن. با توجه به هوش و قدرت بالای این پرنده، تنها دشمن جدی که میشه برای اون نام برد انسان ها هستند، چون حتی عقاب ها هم جرئت نمیکنن که با او رخ به رخ بشند. میانگین سنی این پرنده بین 60 تا 80 ساله. اونا معمولا مثل لاشخورها از اجساد مرده ها تغذیه میکنند و خیلی دنبال کشتن موجودات زنده برای خوردن اونها نیستند. 8. کاسووری. این یک پرنده، یا بهتره بگیم که یک مرغ عظیم الجثه است که توی استرالیا و گینه نو زندگی میکنه. اونا کنجکاو و خطرناکند و به هیچ عنوان نباید باهاشون شوخی کنید. کاسووری ها پاهای تیز و خنجر مانندی دارن و به راحتی میتونن با اونها بدن رقیبشون رو بشکافند و آسیب جدی بهش وارد کنند. سرعت دویدنشون خیلی بالاست، به طوری که میتونن تا 50 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرند. در سال 2012 در کوینزلند این پرنده با یک انسان درگیر شد و از بالای یک دره بلند شخص مورد نظر رو توی دریا انداخت. 7. کرکس لپت فیس. در حالی که لاشخورهای معمولی حیوانات خجالتی و دور از اجتماعی هستند، اما لاشخور لپت فیس قدرتمندترین و پرخاشگرترین لاشخور آفریقاییه. اونا حتی با لاشخورهای دیگه هم مشکل دارن. مثلا وقتی یه سری لاشخور دور یک جسد جمع شدن و دارن اونو میخورن، لاشخور لپت فیس به اونجا میاد و همه اونها رو فراری میده. اونا هم چون از قدرت این لاشخور خطرناک باخبرن، سریعا طعمه خودشون رو تقدیم لپت فیس میکنند. لاشخور لپت فیس برخلاف لاشخورهای دیگه فقط دنبال موجودای مرده نمیره، بلکه او از اون پرنده هاست که مستقیما موجودات زنده رو شکار میکنه. لپت فیس خزنده ها، ماهی ها و حتی عقاب ها رو زنده شکار میکنه و بعد از کشتنشون اونها رو میخوره. اونها سابقه درگیری با عقاب های زیادی رو دارن که در اکثرشون تونستن عقاب ها رو شکست بدن. این پرنده معمولا نقاط خاصی از بدن طعمش که باقی موجودات از خوردن اونها عاجزند رو برای خوردن انتخاب میکنند، چون منقار تیز و شدیداً پاره کننده‌ای دارند. 6. اوی ساکت. اوی ساکت تا 13 کیلوگرم میتونه وزنش باشه. اونا خودشون رو رقیب موجودات بزرگی مثل انسان میدونند. اونا شدیداً نسبت به هر حیوان دیگه جز خودشون پرخاشگرند، به خصوص در اطراف قلمروشون. موجودات مختلف معمولا فاصله خودشون رو با اوی ساکت حفظ میکنند، چون میدونن که اونا در حمله کردن به دشمناشون سریع، خشن و کشنده هستند و هیچ رحمی ندارند. دیده شده که این حیوان تونسته چشم حیوانات دیگر رو با منقار وحشتناکش در بیاره. 5. جغد شاخدار بزرگ. جغدها حیوانایی هستند که عادت دارن به انسان‌ها حمله کنند، به خصوص اگه پای قلمروشون در میون باشه. این حیوان که عادت به زندگی انفرادی داره، در امریکای شمالی و امریکای جنوبی زندگی میکنه. اونا به حد زیادی نترسند و عادت دارن که به حیوانات بزرگتر و سنگینتر از خودشون حمله میکنند، مثل راسو، گربه و جوجه تیغی.
حالا وقتی قلمروشون مورد تهدید قرار بگیره، اونا دیگه سایز و اندازه دشمناشون براشون مهم نیست و حتی به سگ و انسان هم حمله میکنن. شاید باور نکنید، اما جغد شاخدار بزرگ تنها پرنده‌ایه که در طول تاریخ تونسته انسان رو بکشه. 4. کاکایی شاه ماهیخوار اروپایی. همیشه قدرت و خطرناکی در بزرگی نیست. خیلی وقتا پرنده‌هایی با سایز خیلی کوچیک میتونن شدیداً کشنده باشند. کاکایی شاه ماهیخوار در تعداد خیلی بالا در غرب اروپا زندگی میکنند. عادت خیلی معروف این پرنده حمله به انسان‌ها و دزدیدن خوراکی‌هاشونه. ویژگی خاص این پرنده اینه که اونها گروهی کار میکنند. معمولا یکی از اونها به باقیشون خبر میده و ناگهان گروهی بر سر یک طعمه میریزند که میتونه حیوانات بزرگ و حتی انسان رو هم از پا در بیاره. 3. لمرگارس. پرنده‌های وحشی زیادی وجود داره، اما لمرگارس با همه اونها متفاوته. به اونا لاشخورهای ریشدار هم میگن. اونا مثل سگ عاشق خوردن استخونند. اونا استخونها رو بلند میکنند و از فاصله 100 متری اونا رو رها میکنن تا مغز استخون در بیاد و بتونن اونو بخورند. اونا بزرگترین و بلندترین بال در بین لاشخورها رو دارند. اونا سمت حیوانای زنده نمیرن، اما اگه کسی بهشون حمله کنه طوری از خودشون دفاع میکنن که حریفشون هر چقدر هم قدرتمند باشه از کارش پشیمون بشه. 2. جغد برفی. جغد برفی یکی از بزرگترین و زیباترین گونه های جغده. یکی از بزرگترین رقیب‌های اونها انسان‌هان، اما اونها حتی با روباه و گرگ هم درگیر میشن. اون مثل جغدهای دیگه شدیداً قلمروش براش مهمه. او فقط با یک ضربه چنگال‌های تیزش میتونه هر جونوری رو از منطقه زندگیش دور کنه. جغد برفی عادت داره که به چشم و سر موجودات حمله میکنه که همین کارش میتونه یک موجود رو هر چقدر هم بزرگ باشه با خطر مرگ روبرو کنه. 1. پدهوی. آیا میدونستید که حتی بین پرنده ها هم پرنده سمی وجود داره؟ این پرنده میتونه زهرابه تولید کنه، یعنی دقیقاً همون سم کشنده‌ای که قورباغه زهراگین تولید میکنه. این سم با تماس بدنی منتقل میشه و در روی سینه، شکم، پر و منقار این موجود وجود داره. برخورد این سم با بدن موجودات مختلف حتی میتونه جون اونها رو به خطر بندازه.